کی آخر بین است بادین است، هر کی آخر بین است بدین است. کسی که آخرت شوی که زندگی میکنه و دین دارد، کسی که آخرت شوی میکنه بیز چوبتا که پول شکل کرد و دین ندارد. تو آخر بین شو برای خدا کار کنید. مردم طلا و تاراج نکن، دروغ فتوای نادرست که تی مردم فیلم نکن. جواب میدیم پیش الله. اینقدر کتاب بیکار نیست. این کتاب تمام دنیا قبول میکنه. این کتاب در کتاب عالمگیریه، من نامه کتاب برایش گفتم، طبیه، تطرخانیه، کتاب های فتوا است. در خانه که میگن مصیبت میشود تیام کردن جایز نیست. سیوم روز ضیافت دادن این کار نادرست است. عالمگیری فتوا است. من در نزدی من الحمدلله رد و مختار کتاب هست نزدی من انشاءالله. هدایه هست الحمدلله این کتاب. ببینید من شما چندین کتاب دلیل آورده سادم یکی قبول نمیکنه. با انجام مبلای کاری خطکرم نگیدی. با انجام مبلای با کاری خطکرم با هم گفی مردم اگر از خدا ترسی انشاءالله خدا خد جهاد از خانت کن. جهاد از خانت کن. ما برای حکم شرعی جاری کنندن همه کار از خانم کرده هستیم. من پدرم مرد الحمدلله کار را نکردم. چندین خدا خواهد نزدیکای ینگاهام مرد، دیگران مرد. همین کارا را اجرا کردم. امروز زبانم دراز است، 1 متر از گام میزنم. سبب که در پیشانی من زده نمیتونی که اتاد متخذت کری گفته نمیتونی، فلان متخذت کری گفته نمیتونی. ولی میگه که کارچه خط نزن در نکنه با کی نزنش بیگونم نزنش اخونه دعوت میکنی. حتی یک مانه حکمی که الله با محمد صلی الله علیه وسلم من چی بود؟ سعید بالله انذر عشیرتک الاقربین. ای محمد یکم خویشاوندات ترس. نگفت خدا برو همسایت برو ازبکستان برو فلان جا برو. یکم گفت خویشاوندات ترس. یکم دعوت از خانه میکنی. جهاد از خانه جهاد است. یک بدعت گم کردن خدا خواهد انشاءالله مجاهدی راه خدا هستید. ولی سوریه عرضه میکنی که سوریه نمیشته که اونجا هیچی جهاد نیست. اونجا فقط بیزنسه خلاص بیزنس. تو تا میگیرن بکشنید. من از بچه که رفته اشتراک کرده هم صحبت شده. تو تا میگیرن با میگه یک بلوک از زن تا بیار. خدا خواهد زن تا بودی سلاح تا میکشن زن تا میگیرن تمام. میگرد یک مسیح. جهاد امروز در خانه ده. اکر نماز نمیخونه، دادر نماز نمیخونه، خواهر نماز نمیخونه، ابیاکر به اجابه. شما کسی جهاد نمیکنی نمیفهمونیش. یک گوله نه 20 زندگی کنه 3 تا نماز خون 17 تا به نماز. نفهمون خدا برای خوب و ایدایی که به نمازی است بابای رسول. من ما شما وقتی که تعزیه می شود در خاندان چیکار میکنیم؟ بعد در رو کورپاچه می اندازیم نه طوله می اسلام میمونیم. اسلام در چی هستیم؟ در کتاب عالمگیری کتاب ذخیریت کتاب فتوا است. چی میگم؟ در کدام خانه که مصیبت رسد تا 3 روز شیشتن ممکن. تا 3 روز حق داره انشاءالله شینه مردم بیاید چیکار کنند؟ انشاءالله برای شما تعزیه بیاد کنند. اول کی بیاید؟ کسی که در جنازه اشتراک نکرد هوا بیاید. نگوته گرد 3 بار پیش نمودی عبید بره بگیر بره زفتریک بره اوجون بره. یکی میگه در جنازه اشتراک کرد ندونید در سفر بود یا که در کار بود همون آدم تعزیه میره. ما خدا خواهد جنازه کرد وظیفه ما واجب جنازش
شستنش واجب، قبل کافتن سنت، برداشتن سنت، بردم به خاک سپریدم محکمش کردم، حق و اداش که تمام دیگه حق نداری. من حاضر هیچ جا نمیرم، بیشتری خدا مونده دیگه روزش هم نمیرم، سهرش هم نمیرم، چونکه خدا میگم خدا نکنم اون سیاه خودت گوی نکنی و هیچ تاثیر ندارد. اول خودت میکنی خلافت، بعد که به مردم چیکار میکنن میگذرن خلافت. حال روزای خلافت نزدیک الله نگه دارن. گر نزدیکان در یگان چیزا باید کار خوب پیدا میکنه. همون روز دروازه ما محکم میکنه. همون روز میبریم خلافت اشتراک جنازه شده خلافت. جنازه میخونه خاک نمیسپریمش دروازه ما پیچک میکنیم فرمانده میره. گفته میگه دیمانه که مادری من در زندگیش میکنم، در مردگیش نیم. خواهر منه در زندگی خلافت انشاءالله یادم شد. در زندگی خلافت انشاءالله رفت و بیامه میکنم. در حیاتی میگه نکردی شادم، بعدی مردن چی لازم داد و فریادم. چی لازم داد؟ دوامش نمیگد. نزد دروازه ها میگد. کرسی ها ماندن و کلپچه ها انداختن، این از اسلام نیست. استگو میکنیم شیار نه خلافت انشاءالله تا 3 روز اجازت شرعی است. من نمیکنم شرعی 3 تا 3 روز نمیشه 4 روز در محکم میکنی رفتن میگیری. یگان مولا من نبینم که در دروازه شیم شرمنده تا میبرم جمعه خیلی دونتر باید خام شرمنده تا میبرم 3 روز حق داری برای بشین قرآن کن چیکار میکنی بعد 3 روز در پیچت من نشنم 20 چیلی نیست حالیم یکی حالیم بعد ها خفیانه بعد سوا کرستی اخدا نترسیدم نکنی استخلاف از خدا ترسی توی شبلا بکن 3 روز توی میتیمی 2 روز توی میتیمی یکی مردش نمیدید کول بچه این شد خدا خیلی شورده ایدر درون نمونی که اصلاحه ای دروازه درون نمونی کوچه من نبینم این ایمو زیبارت این قانون اجرا میشه خدا برادر گوش داریم انشاءالله خلافت این سفر کجای تعذیه می شود فقط از در درونش کوپچه مندازه میشه در کوچه قطعیان من حکیمی من خوندم شکل تو روز نمیدونیستون در کوچه میشه تمام کوچه از در دروازه کسی که نفوارد اومده خلاف کنه رفتن میده شبنه تو در پشت مرد آدم ها مجبوری دروازه خلاف کنه در اینجا زنان میگذاره آدمی تعجیلی همه شرش نگفته آدمی کاردار ایتی چکار کنی تو در کوچه ششته آدم ها مجبوری خونه دروازه از در دروازه یک استله میمونی خدا خواهد کی که در دلش باشد امریکا هم میدونه این دامنا مجبولا مرده در برم فوتش مگر انصاف شده فوتش کنه رفتن میده شبنه خدا خواهد خدی کوچه داشته رای ترس داشته یا اسلام در این چیز خطیان انشاءالله خدا خواهد اجرا میکنه دیگر جا خودش میدونه دیگر جا هر یک جا خودش خروز داره هر یک جا خدا خواهد خودش بکنه نه تو من فعلات نما اجراش که بتیم خدا خواهد خدا تحصیل خدا خواهد میکنی کنه نه تحصیل قوم که دیگشتر میگیرم کاری بیدعت و بیعت کنه حتی خدا چی میگه بینید خدای مهربان یک آیتی زیرینده چی میگه